سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز چهارشنبه 23 سپتامبر همراه شما. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند جستجوی بعضی از اعضای پنهان شده گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع را ادامه می‌دهند. یک منبع در وزارت امور داخلی به رادیو آزادی گفت اطلاع درباره این افراد را از اعضای دستگیر شده گروه گرفتند. پیشتر از این سفارت آمریکا در دوشنبه هم گفت که تعداد از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف با نام حاجی حلیم هنوز هم دستگیر نشدند. گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده به حمله‌های خونین روز 4 سپتامبر به شهرهای دوشنبه و وحدت و قتل 9 افسر میلیسا متهم می‌شوند. مقامات انتظامی بعد این حمله در عملیات 12 روزه در دره رامید 27 عضو گروه از جمله خود عبدالحلیم نظرزاده را کشتند و بیشتر از 100 طرفدار او را دستگیر کردند. و دادگاه شهر دوشنبه بازبینی پرونده ژورنالیست امین جان گلمرادزاده را به تأخیر گذاشت که او را با گناه ساخته‌کاری سند به 2 سال زندان محکوم کردند. قرار بود محاکمه روز 23 سپتامبر برگزار شود، ولی دادرس بازبینی پرونده را بدون شرح تا یک هفته دیگر به تأخیر انداخت. ده‌ها خبرنگار رسانه‌های گوناگون کشور با نشان همراهی با امین جان گلمرادزاده در نزد دادگاه دوشنبه جمع آمدند. خبرنگار تاجیکی در چند رسانه از جمله رادیو آزادی کار کرده است روز 18 اوگوست با گناه استفاده از شهادتنامه ساخته تولد به زندان محکوم شد، ولی خبرنگاران میگویند اتهامات اساس ندارد و افرادی غرضجو امین جان گلمرادزاده را تا به زندان کشیدند. یک حجوانگر و هنرپیشه معروف در تاجیکستان میگوید اکثر صحنه‌هایش را از خود مردم میگیرد و یک سبب محبوبیتش شاید همین باشد. علاءالدین عبداللهیف هنرپیشه و مدیر تئاتر شهری قرغانتپه به رادیو آزادی گفت ضمن آفریدن نقش مردم محل‌های گوناگون تاجیکستان حد را رعایت می‌کند تا به گفته خودش به عزت نفسی آنها نرسد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی در قرغانتپه با علاءالدین عبداللهیف صحبت کرد و مصاحبه امروزه با اوست. مردم بسیار ساده و حاضر جوابند، بسیار دل تازه دارن بیشترشان. بعد وقتی که مثلا ترمز ماشین نمیدارد و بی‌ضابطه شدن راننده را میبیند میگه تینجا بچم قاقتا چیکار دیسی پیرم کادیسی تینجا ما میگه که البته شوفر میگه همین ترمز من که میخوام یکی نمیخوام بعد میگه یه شوخی نکن ولی عیسات گلم یا گلم نشکوته حالا کامپرقتی بسیار پلان ها دارم نقشه ها دارم التماس کنه طرف ما یه طبقه یا نخبید بعد اینو سر میداد نهایت ترمز ماشین نمیدارد اونها باید درخت خرید برمیخورند. این مسافر میگه ای خدا بگره طور شاپره ای خرانی که گیری تو پرم میگوی میمری ترمز تا ساز کنی آقا پیری تو دا ابتسلیس رای یعنی استای ماشین است. بسیار مشکل است آفریدن نقش زن از اون سببی که میدونید تماشابین اساسی بیشتری تلویزیون زن است. اگر اهمیت باشه زن ها از خواهران ما است مادران ما است اون و کوشش میکنم که یگم در چی در گریم یعنی که در چهره‌گری پردازگری هم در لباس باید یگم کمبودی نباشد. البته من خودم احساس میکنم بعضی بعد از اون که جایی که بسیار سراستی اگر با نوار گشته باشم کوشش میکنم که زیبا باشد به مثل همون زنهای خودمون گفتارشان گپشان نازشان که آنها با آنها میزیبد این یک نازکیت دارد و البته تو آنها بینن و تحقیر را نبینن آنها بینن فقط تبسم کنن و بخندن بله خیلی دوگانه ما داشتیم. یعنی از این نقطه نظر من هم در اون طرف تلویزیون میشم وقتی که بنوار میگیرم هم در این طرفم بسیار مسئولیت است. البته پیشنهاد و اراده‌ها از جانب زنها میشوند. صد شکر که پیشنهادهای خوب میشن پیشنهادهایی میشن که به منفعتی کارن. صد شکر که اگم ارادی رو نشنیدم و بیشتر خوش قبول میکنن. صد شکر. گفتگوی کامل با علاءالدین عبداللهیف به زودی در وبسایت رادیو آزادی نشر می شود. افراد ناشناس آرامگاه قدیمی مولانا یوسف همدانی دانشمند اسلام و یک روحانی شناخته از قرن 11 را در دهه چیرتک ناحیه وحدت آتش زدند. متولی این مقبره که آثار تاریخی به حساب می رود
در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه شب 21 سپتامبر و پس از نماز خفتن رخ داده است. با گفته متولی در زیر آرامگاه چیله‌خانه هست و افراد ناشناس ظاهراً به آنجا بنزین ریخته و آتش زدند و آرامگاه سوخته است. مقامات انتظامی ناحیه وحدت در رابطه با این حادثه یک نفر را دستگیر کردند. در شهر دوشنبه آزمون بهترین گزارش درباره حقوق معیوبان در تاجیکستان به پایان رسید که هدف از اعلان این آزمون گوشزد کردن مشکلات افراد معیوب یک طبقه آسیب پذیر جامعه بود. در آزمونی که سازمان‌های حامی حقوق معیوبان و برنامه رشد سازمان ملل متحد برگزار کردند، گزارش خبرنگار رادیو آزادی برات یوسفی در بخش گزارش‌های تلویزیونی پیروز شد. در این گزارش به اعتنای به حقوق معیوبان تصویر شده است که در اداره‌ها کار می‌کنند. و برندگان آزمون کامپیوتر، لوح الکترونی و دستگاه‌های عکس برداری جایزه دادند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.